سلام، من بیتا دلاور هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، گرایش معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی تهران. موضوع ارائه من دوقلوی دیجیتال سازمانیه که قصد دارم بگم که دوقلوی دیجیتال سازمانی چه کمکی به تحول دیجیتال میکنه، چه ارتباطی با معماری سازمانی داره و چه دستاوردهایی داره. ایده اصلی این ارائه اینه که اگه ما بریم سازمان رو به صورت یه مدل دیجیتال زنده که قابلیت بروزرسانی و تحلیلم داره ببینیم چه فایده‌ای برای ما داره. فایده‌ای که داره اینه که ما میتونیم تصمیم‌های بهتر و بهینه‌تر بگیریم و در مسیر درستی برای تحول دیجیتال گام برداریم. توی این مقطع دوقلوی دیجیتال دیگه صرفاً یک فناوری نوظهور نیست. یه قابلیت مدیریتی و معماری برای هدایت تغییرات محسوب میشه. چرا این موضوع مهمه؟ به خاطر اینکه سازمان‌ها امروزه با چند تا مسئله همزمان خیلی درگیرن. مثل پیچیدگی زیاد فرآیندها، پراکندگی داده‌ها که موجب سیلوهای سازمانی میشه، تعداد سامانه‌های زیاد، تغییرات سریعی که از بازار و صنعت میاد و نیاز به تصمیم گیری سریعی که داریم. یعنی در واقع همون چابک بودن سازمان. خب تو چنین شرایطی دیگه تحول دیجیتال این معنی رو نمیده که من یه نرم افزار جدید یا یه فناوری جدید رو تو سازمان استفاده کنم. مسئله اصلی اینه که من چطوری کل سازمان رو به صورت یک پارچه ببینم و اثر تغییرات رو قبل اینکه اجراشون کنم متوجه بشم. مسائلی که گفتیم خودشونو تو تحول دیجیتال هم نشون میدن. این معضلاتی که بهشون اشاره کردیم به چه شکل؟ اول اینو بگم خدمتتون که برخلاف این که وقتی اسم تحول دیجیتال میاد خیلی‌ها فکر میکنن مربوط به بعد تکنولوژی و فناوریه، تحول دیجیتال فقط با این بعد سر و کار نداره. تحول دیجیتال یک تغییر همه جانبه است که همزمان به مسائلی مثل استراتژی، فرآیندها، مشتری‌ها، ذی‌نفعان، افراد درون سازمان، داده‌ها، مدل کسب و کارمون، فناوری و زیرساختمون و فرهنگ سازمانیمون هم مربوطه. واسه همینه که تو منابع مدام تاکید میشه که شما تحول دیجیتال رو مثل یه پروژه جداگونه که مربوط به بخش آیتیه نبین. اینو یه چیزی ببین که تو کل سازمان جاریه و یه نگاه کلنگر داشته باش که بتونی از معماری سازمانی برای محقق کردن تحول دیجیتال استفاده کنی. معماری سازمانی با تحول دیجیتال چیه؟ معماری سازمانی ستون فقرات تحول دیجیتاله. چرا؟ به خاطر اینکه معماری سازمانی روابط بین لایه‌های مختلف رو به صورت شفاف ما نشون میده. ما میتونیم وابستگی‌ها رو بین این لایه‌ها ببینیم، پیچیدگی‌ها رو ببینیم و خب بهتر راجبشون تصمیم گیری بکنیم. مخصوصا تو شرایطی که سیستم‌ها زیادن و داده‌ها هم ناسازگارن. خب این یه امتیاز خیلی خوبه. بنابراین اگر ما بخوایم دوقلوی دیجیتال مفیدی داشته باشیم که ازش در راستای تحول دیجیتال استفاده کنیم، حتما اون دوقلوی دیجیتالمون باید بر پایه معماری سازمانی بنا شده باشه. اگر اینجوری نباشه یه چیزی هست که برامون کاربردی نداره، ارزشی ایجاد نمیکنه و شاید بشه گفت ته تهش یه نمایش ناقصی از یه بخش از سازمانه که هدف ما این نیست. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که دوقلوی دیجیتال باید بین اهداف کسب و کار و زیرساخت دیجیتال پل بزنه. باید یه ارتباطی ایجاد کنه. یعنی از استراتژی و اهداف کسب و کار شروع کنه، به فرآیندها و سیستم‌ها برسه و بعد دیگه تو بخش معماری دیجیتال و اجرا و حالا پیاده سازی که دیگه اون میره فاز عملیاتیش که دیگه عمل کنه. منتها یه مسئله‌ای که مهمه اینه که اگر این ترتیب رعایت نشه، اگر این اتصالات برقرار نباشه، اون موقع دیجیتال توین ما فقط یه مدل فنیه. دیگه یه ابزار تصمیم گیری نیست که بازم این با هدف ما در یک راستا نیست. اینجا من یه شکلی آوردم که حالا از همون
بخش استراتژی تا برسیم به بخش عملیات چه چرخه‌ای طی میشه و چه مراحلی وجود داره. حالا ما دوقلوی دیجیتال سازمانی رو تعریف کنیم، ببینیم اصلا چی هست. دوقلوی دیجیتال سازمانی یک بازنمایی دیجیتال پویا و داده محور از سازمانه که از داده‌های فرآیندی، عملیاتی و سیستمی استفاده میکنه و برای پیشبینی و تصمیم گیری، شبیه سازی، مانیتورینگ و حالا تحلیل استفاده میشه. فقط یه تفاوتی با دوقلوی دیجیتال صنعتی داره، اونم اینه که توی دوقلوی دیجیتال صنعتی اون مدل یا حالا اون شبیه ساز بیشتر حول یک تجهیزات خاص، حول یک ماشین میچرخه، در صورتی که دوقلوی دیجیتال سازمانی با کل سازمان درگیره، کل سازمان و وابستگی‌هاش و شاخص‌های ارزیابی عملکردش و جریان داده‌هاش و یا حتی اثر تصمیم‌هایی که گرفته شدن توی این دوقلوی دیجیتالمون دخیله. پس گسترده و سطح پوششش در این حده. حالا ما فرض رو بر این بذاریم که همون چیزی که اول گفتیم، ما سازمانمون رو به عنوان یه مدل دیجیتال قابل بروزرسانی و قابل تحلیل در نظر گرفتیم، یعنی از دوقلوی دیجیتال استفاده کردیم. این به چه صورت عمل میکنه؟ ما اینجا یه چرخه 4 مرحله‌ای داریم که به این صورته که سازمان میاد داده ها رو حس میکنه، یعنی داده ها رو جمع آوری میکنه که روش های مختلفی براش وجود داره. بعد میاد اون داده ها رو تفسیر میکنه، الگوهای بینشون رو پیدا میکنه. به چه دلیل؟ که بتونه سناریوهایی رو تعیین کنه، اون سناریوها رو مقایسه کنه و بین اونا بهترین سناریوها رو انتخاب کنه تا بتونه بهترین تصمیم بگیره و در نهایت اون تصمیم رو اجرا کنه که اثرش رو سازمان بذاره. پس دوقلوی دیجیتال میاد یه تصویر بروز از وضعیت سازمان به ما میده که امکان شبیه‌سازی سناریوها رو برامون فراهم میکنه و تصمیم گیری رو از حالت شهودی به حالت تحلیلی و مبتنی بر داده میبره که خب این امتیاز خیلی مثبتیه. کاربردهای دوقلوی دیجیتال هم میشه به این مواردی که اینجا مشاهده میکنید اشاره کرد که حالا شبیه‌سازی سناریوها میتونه باشه، تحلیل اثر تغییرات یا اثر تصمیم‌ها میتونه باشه، بهینه‌سازی فرآیندها، اینکه اون KPI های ما چقدر خوب عمل کردن، چقدر درستن، بهینه‌سازی عملیات سازمان و در نتیجه افزایش تاب‌آوری سازمان و مدیریت ریسک رو به همراه داره. برای پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال ما به یه زیرساختی هم نیاز داریم که اینجا می‌بینید تو این شکل که ما حتما به یک پارچگی داده نیاز داریم، حتما به جریان رخدادها و API ها نیاز داریم، حتما باید آنالیز داده کنیم و توی این آنالیز داده از هوش مصنوعی هم کمک میگیریم، به پلتفرم‌های ابری نیاز داریم و خب قطعا بحث حاکمیت و امنیت هم که یه چیز مهمه. در واقع دیجیتال توین بیشتر از اینکه یه مسئله نرم افزاری باشه، یه قابلیتیه که روی چند تا مؤلفه معماری سوار شده. ارزش کسب و کاری هم که برامون ایجاد میکنه اینه که سازمان رو قابل مشاهده تر میکنه، قابل پیش بینی تر میکنه و قابل کنترل تر که نتیجهش میتونه این باشه که تصمیم ها سریعتر میشه، بهینه تر میشه، ریسکا میاد پایین، بین واحدها هماهنگی میره بالا که همه اینا باعث میشه سازمان بهره ورتر بشه، یعنی افزایش بهره وری رو به عهده داره و خب باعث میشه یه جوری در جهت تحول دیجیتال حرکت کنیم. البته دوقلوی دیجیتال یه سری چالش هایی هم داره که بعضیاش واقعا شاید هم از کنترل ما خارج باشه، مسائلی مثل کیفیت داده، نبود استاندارد که موجب سیلوهای سازمانی میشه، بازم مقاومت سازمانی، همون مقاومت فرهنگی هم میتونه باشه، گاهی اوقات هم نگرانی‌های امنیتی، هزینه‌های بالا. تمام این موارد چالش‌هایی هستن که ممکنه مانع موفقیت اون دوقلوی دیجیتال ما بشن. و در نهایت تو پایان اینو بگم که تحول دیجیتال یک تغییر کلنگره
معماری سازمانی چارچوب مدیریت این تغییر رو برای ما فراهم میکنه و دوقلوی دیجیتال ابزاریه که این تحول رو قابل مشاهده، قابل تحلیل و قابل شبیه سازی میکنه. و اگر مفهوم دوقلوی دیجیتال توی بستر معماری سازمانی طراحی بشه، از یه ایده فناوری نوظهور به یه قابلیت استراتژیک برای تصمیم گیری تبدیل میشه که خب این خیلی مهمه. یعنی اگر توی یه جمله بخوام خلاصه کنم اینه که دوقلوی دیجیتال سازمانی یعنی سازمان قبل اینکه خودش رو تغییر بده بتونه خودش رو بهتر ببینه، خودش رو بهتر بفهمه و بهتر شبیه سازی کنه و بعد عمل کنه. من صحبتام تموم شد. امیدوارم این ارائه براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنونم از توجهتون.